تاجیکستان در رده‌بندی نوی دوینگ بیزنس 2018 که از سوی بانک جهانی تهیه می شود مقام 123 را کسب کرده در میان دو کشور اوگاندا و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. گزارش مذکور روز 31 اکتبر در تورنمای رسمی بانک جهانی نشر شد و تاجیکستان از جهت آسانی پیشبرد تجارت در بین 189 کشور جهان در مقام 123 قرار گرفت. بانک جهانی مقام تاجیکستان را در این رده‌بندی به خاطر دو اصلاحاتی که در سال گذشته صورت گرفت بالا برده است. نخست به گفته بانک جهانی، تاجیکستان حد درآمد را برای پرداخت انداز از ارزش اضافه شده بالا برد که کار بیزنس را کمی آسان‌تر می‌کند. در ادامه بانک جهانی گفته است که تاجیکستان ثبت نام اموال را نیز در سال جاری آسان تر کرد. من بعد هنگام خرید و فروش منزل شرطنامه خرید و فروش در اداره دولتی ثبت نام نمی شود. هرچند به گفته مؤلفان این رده‌بندی بیکار شدن طلبات ثبت دولتی شرطنامه نرخی از یک دست به دست دیگر گذاشتن مالکیت را گرانتر می کند. به گفته بانک جهانی تاجیکستان همچنان طلبات قانون مهنت را ساده تر کرده است. اصلاحات در این عرصه از آن عبارت بود است که تاجیکستان ممنوعیت جلب زنان را به کار شبانه بیکار کرده است. هرچند جلب زنان شیرده و حامله به کار شبانه از سوی کاردهان هنوز هم ممنوع است. روز 1 اکتبر در دفتر نمایندگی بانک جهانی گزارش دوینگ بیزنس در حضور کارشناسان و منصبداران بلاک اقتصادی حکومت معرفی شد. قهرمان بقازاده رهبر مرکز تحقیقات سوسیولوژی زرکلا نیز یکی از شرکت‌داران این معرفی بود. او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت منصبداران به چگونگی تهیه این رده‌بندی توجه ظاهر کردند. وی گفت کمیته اداره اموال دولتی و سرمایه‌گذاری پیشنهاد کردند که همین از طرف بانک جهانی از طرف همان گروه تحقیقاتی که همین تحقیقات همین عموما همین برنامه سالانه رو پیش میبرد یک گروه تشکیل کرده شده به تاجیکستان سفر کنند برای بهتر کردن وضعیت سرمایه گذاری پیشبری صاحب کاری در تاجیکستان یک پیشنهاد خود را کنند و این باید عملا برای بهتر کردن ریتینگ تاجیکستان در همین بهاگذاری بهتر شود. لیکن البته اساس این بهتر کردن فضای صاحب کاری و پیشبری تجارت است. به قول قهرمان بقازاده احتمال در ماه دکبر سال روان یک گروه ویژه کارشناسان بانک جهانی به تاجیکستان آیند و در تهیه برنامه اصلاحات در امور صاحبکاری و پیشبرد تجارت مشورت ها بدهند. تاجیکستان در رده‌بندی تازه پیشرفت چشمگیری ندارد. اگر سالهای قبل تاجیکستان برای اصلاحات در امر ساده کردن پروسیدورای تشکیل شرکت و گرفتن سندهای صاحبکاری در دهگانه کشورهای اصلاحاتگر وارد شده بود، این بار موقعش همگی 5 زینه بالا رفته است. در سالهای پیشین موقع کشور تا 10 زینه بالا رفته بود.